در مراسم افتتاح پروژه‌های اقتصادی مشترک افغانستان و ترکمنستان، محترم مولا محمد حسن آخوند رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان، محترم الحاج مولا محمدی ساسانی سرپرست وزارت فواید عامه و شماری از مقامات امارت اسلامی افغانستان به کشور ترکمنستان سفر نمود. همزمان کار عملی توسعه بندر ترغندی و اعمار خط آهن از ترغندی الی صنوبر از سوی معین خط آهن وزارت فواید عامه و رئیس اداره خط آهن ترکمنستان افتتاح گردید. از طریق این پروژه ها شبکه ملی خط آهن افغانستان با شبکه خط آهن کشورهای آسیای میانه و جنوب آسیا وصل خواهد شد. این پروژه ها به ارزش مجموعی حدود 40 میلیون دلار آمریکایی تطبیق می شوند که پروژه نخست توسعه بندر ترغندی که شامل اعمار هنگرها، تأسیسات ریلی، اعمار خطهای فرعی به منظور تخلیه و بارگیری و پروژه دوم اعمار 22 کیلومتر خط آهن از ترغندی الی صنوبر می باشند. هدف امارت اسلامی افغانستان بالخصوص وزارت فواید عامه از آغاز کار آن این است که بندر متذکره را مطابق معیارهای جهانی اعمار و مطابق خواستهای تجاران توسعه دهد تا از این راه برای تجاران سهولت‌های بیشتر در زمینه انتقالات فراهم شود. پروژه متذکره بخشی از راه لاجورد افغانستان می باشد که در بخش اقتصادی و تجارتی کشور می تواند نقش مثبتی را ایفا نماید. بندر ترغندی که در سال 1348 هجری شمسی تأسیس شده است، یکی از بندرهای مهم و اساسی ریلی کشور یاد می شود که محور توسعه روابط تجارتی افغانستان را با آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، کشورهای عربی و اروپا تشکیل می دهد. قابل یادآوری است که قرارداد پروژه های متذکره در سفر اخیر هیئت بلند رتبه اقتصادی افغانستان به کشور ترکمنستان به امضا رسیده بود.